تصور بکن هر روز صبح آینه رو میبینی و به جای چهرت یک سری پوسته های ملتهب رو داری میبینی. چیزی که دیده میشه فقط پوسته های قرمز و پوسته های سفید نیست. اون چیزی که داره دیده میشه ناامیدیه، خجالته و سوالایی که توی نگاه آدم هست. برای من و شما شاید فقط یک خارش ساده است، اما برای آدمی که باهاش زندگی میکنه میشه یه لباس نپوشیده، میشه یک مهمونی نرفته، میشه یه قراری که با نگرانی کنسل شده و یا یک نگاهی که میدزده و صدایی که توی دلش داره میگه نکنه دیده باشم. درد پسوریاسیس فقط زیر پوست نیست، تو رو از درون میخوره و وقتی کسی دیگه حتی نمیتونه راحت موهاشو شونه بکنه و خودشو تو آینه ببینه، پس وقتشه که ما باید یه کاری بکنیم، یه کار متفاوت که تا حالا کسی نکرده. ما نمیخواستیم فقط یک محصول بسازیم، ما میخواستیم یک نفس راحت بسازیم، یه فرصت برای برگشت به آینه، بدون ترس، بدون شرم، بدون نگرانی، با لبخند. سرمی که وقتی روی پوستت قرار میگیره آرامش میاره، نه فقط برای پوست، برای ذهنت، و اون چیزی نیست جز سرم درمان پسوریاسیس تراست. When your skin hurts, you don't want to be touched, you don't want to be seen. You just want relief. We don't just treat the skin, we soothe the source of inflammation. Touch again, without pain. پسوریاسیس یک بیماری مزمن خودایمنی و التهابی پوسته که در اون سیستم ایمنی بدن به اشتباه سلول‌های سالم پوست رو مورد هدف قرار میده. توی این فرایند ما تکثیر بیش از حد سلول‌های پوستی رو داریم که نتیجه اون پوستریزی، التهاب و ضخامت بیشتر لایه بیرونی پوست میشه. این بیماری مصری نیست، اما شدیداً روی کیفیت زندگی بیماران اثر میذاره. روی این بیماری در ایران بالای 6% تخمین زده میشه و در جهان هم تقریبا توی همین رنجه. در سنین بین 15 تا 45 سال بیشتر دیده میشه، ولی ممکنه در هر سنی این بیماری شروع پیدا بکنه و این بیماری در مردان و زنان به یک نسبت رخ میده. اهمیت این بیماری انقدر بالاست که در تقویم جهانی 29 اکتبر هر سال رو به عنوان روز جهانی پسوریاسیس نامگذاری کردن. این محصول بر پایه یک مکانیزم اثر 4 مرحله‌ای داره اثر خودش رو روی پوست سر و صورت اعمال میکنه. این محصول کمک میکنه به آرامسازی سریع التهاب و مهار التهاب. این محصول یک آبرسان خیلی عمیقه و در واقع باعث افزایش لطافت پوست میشه در افراد مبتلا به زایه پسوریاسیس، چون عموم افرادی که با این زایه درگیرن پوست خیلی خشن، سفت و در نهایت ملتهبی رو دارن. این محصول کمک میکنه به بازسازی سلولی و بهبود تغذیه پوست و در نهایت با تکنولوژی اسپونژوزوم بر پایه میکرو اسپانج هایی که در محصول قرار داده شده یک رهایش هدفمند و یک اثر بخشی پایدار داره. در خصوص سیستم حمل این محصول، مطالعاتی که در سطح جهانی روی این تکنولوژی انجام شده در واقع نتایجش به این صورت بوده که این سیستم حمل کمک میکنه به یک رهایش کنترل شده ماده مؤثره به درون پوست به مدت 6 ساعت از زمان مصرف و در نهایت کمک میکنه این سیستم حمل به افزایش نفوذپذیری موضعی بدون هیچ گونه تحریک پوستی.
این محصول از یک کمپلکس مواد مؤثره منحصر به فرد تشکیل شده، یک کمپلکس کامل ضد التهاب که شامل یک طیف کامل از ترکیبات ضد التهابند، چون عموم افرادی که با این بیماری درگیر شدن به شدت از مشکلات التهابی رنج میبرند. توی مطالعاتی که روی این محصول انجام شد، مصرف کننده ها خواب خیلی بهتری رو تجربه کردن، به خاطر اینکه در واقع اون التهاب کنترل شده و مصرف کننده در دوران خواب اون التهاب اذیتش نمیکنه که بخواد خودش رو بخارونه، زخم بشه، خون ریزی بکنه، پس کیفیت خواب بهتری دارن. مشکل بعدی که افراد درگیر با این بیماری باهاش دست و پنجه نرم میکنن، همونطور که قبلا گفتم، بحث خشکی پوسته. به همین واسطه یک طیف کامل از ترکیبات آبرسان با جذب عمیق توی محصول استفاده شده، از هیالورونیک گرفته تا ترکیباتی که جزو NMF طبیعی پوستن. در نهایت ترکیباتی توی محصول استفاده شده، مواد مؤثری استفاده شده که کمک میکنه به اون تنظیم پاسخ ایمنی بدن که در نهایت باعث اون واکنش‌های التهابی میشه. این محصول کمک میکنه به تقسیم سلولی پوست به حالت طبیعی خودش برگرده و اون ضخامت لایه شاخه پوست رو نداشته باشیم و در نهایت اون میکرو اسپانج هایی که در محصول استفاده شده یک سیستم حمل منحصر به فرد و یک اثر بخشی کاملا تضمین شده رو برای مصرف کننده برمغان میاره. یکی از مواد مؤثره خیلی منحصر به فردی که توی محصول استفاده شده ویتامین D3. ویتامین D3 یک نقش کلیدی توی این محصول داره. ویتامین D3 کمک میکنه به تنظیم پاسخ ایمنی، کمک میکنه به بهبود سد دفاعی پوست و کمک میکنه به مهار التهاب. مطالعات بالینی که روی محصول انجام شد نتایجش حیرت انگیز بود در مقایسه با محصولات مشابه. از این نظر که این محصول 89% کمک کرد به کاهش التهاب، 95% کمک کرد به بهبود آبرسانی اون بافت و 90% بافت پوست رو بهبود داد. و این نتایج ما رو به این باور میرسونه که ما فقط یک محصول نساختیم. ما نمیخوایم فقط بفروشیم، ما میخوایم برگردونیم حس خوب شونه زدن رو، حس امن بودن توی جمع رو و حس این که من همونم که باید باشم. این محصول استاندارد شده برای پوست سر و پوست صورت. در خصوص شرایط مصرف این محصول رو میتونید تا زمان بهبودی کامل استفاده بکنید. نکته مهم در خصوص درمان پسوریاسیس این هست که شما باید لایف استایل مناسبی داشته باشید در کنار استفاده از محصولات درمانی. صورتی که شما لایف استایل خوبی نداشته باشید، رژیم غذایی مناسبی نداشته باشید، زندگی پرتنشی داشته باشید، محصول نمیتونه اون اثر بخشی نهایی خودش رو روی پوست شما انجام بده. نکته مهم در خصوص این بیماری اینه که این یک بیماری خودایمنیه، یعنی هر گونه تنش، فشار عصبی باعث تشدید این بیماری میشه. رژیم غذایی همونطور که گفتم خیلی از مواد غذایی باعث تشدید این بیماری میشن. پس حتما رژیم غذایی مناسب داشته باشید، لایف استایل مناسبی رو داشته باشید، از نظر روحی در شرایط خوبی باشید و این محصول کمک میکنه که شما یک زندگی بهتری رو تجربه